would be wise, my friend. Tell me, friend, when did Saruman the Wise abandon reason for madness? ارباب حلقه ها 24 سال بعد. سلام، من آرمین ابراهیمی هستم و قراره درباره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فانتزی های تاریخ سینما صحبت کنیم، یعنی سگانه ارباب حلقه ها. در این ویدیو به اولین قسمت این سگانه یعنی یاران حلقه میپردازیم که در سال 2001 اکران شد. قسمت‌های 2 و 3 در سالهای 2002 و 2003 روی پرده رفت. شاید لازم به یادآوری نباشه که سگانه ارباب حلقه ها بر اساس 3 کتاب از نویسنده بزرگ بریتانیایی J.R.R. تالکین ساخته شد و در این اقتباس سینمایی پیتر جکسون دست به قمار بزرگی زده بود. به این دلیل که دنیای تالکین پیش از اینکه سگانه پیتر جکسون ساخته بشه طرفدارای پر و پا قرص زیادی داشت، مورد بحث و اشاره و ارجاع قرار می گرفت، دربارش صحبت می شد و در تقریباً 5 دهه‌ای که از انتشارشون میگذشت جایگاه ویژه‌ای نزد کتابخونها و علاقه‌مندان به فانتزی پیدا کرده بود. بنابراین یک اقتباس کمرمق و ضعیف میتونست کار پیتر جکسون رو برای همیشه یکسره کنه و شکست تجاری و اعتباری سنگینی به جا بذاره. امروز که درباره این سگانه صحبت میکنیم شاید یادمون میره که اقدام به ساخت این مجموعه همونقدر که یک روی سراسر موفقیت و ثروت و پرجایزه داشت میتونست ویرانگر و آبروبر باشه. یه اقتباس ضعیف میتونست نقطه سیاهی در کارنامه بازیگران فیلم به حساب بیاد و البته طرفداران تالکین رو هم حسابی عصبانی کنه. یادمون نره طرفداران تالکین و دنیایی که او خلق کرد طیف گسترده‌ای از آدم‌ها با سلیقه‌های گوناگونن که راضی کردن همه اونا یا بذارین بگیم راضی کردن اکثریتشون کار بسیار سختیه. کما اینکه سالها بعد و سر انتشار سریال ارباب حلقه های قدرت دیدیم چطور بسیاری از طرفداران تالکین ناراضی و ناامید شدند. پیتر جکسون پیش از ارباب حلقه ها تقریباً یه آدم گمنام بود یا بذارین با قطعیت بگیم به هیچ وجه شهرت آینده‌اش رو نداشت و آثاری هم که ساخته بود از جمله مثلا برین دد یا د فرایتنرز تلاش‌های گیشه‌ای ناموفقی به حساب می اومد. بدون اینکه بخوایم وارد بررسی این آثار بشیم میشه توجه داشت که در زمان ساخته شدن ارباب حلقه ها جکسون پشتوانه عمومی قدرتمندی نداشت و در واقع کمپانی برادران وارنر دلیل چندان موجهی نمیدید که به پیتر جکسون اعتماد کنه، اونم سر یه سگانه 300 میلیون دلاری که شکستش میتونست ضربه بزرگی برای تولید کنندگانش باشه. تنوع مخاطبان و علاقمندان فانتزی از همین نکته ساده شروع میشه که بسیاری از تماشاگران فیلم ها کتاب های تالکین رو نخونده بودن و نمیدونستن اساساً چنین کتاب هایی وجود خارجی داره. گروهی دیگه کتاب ها رو خونده بودن و چنگی به دلشون نزده بود و گروه سوم عاشقانه شیفته نثر و جهان و آثار تالکین بودن و تمام جزئیات و زیر و زبر سرزمین میانه رو میشناختند. بنابراین فیلمی که قرار بود اقتباس بشه باید هر 3 گروه رو راضی میکرد. باید میتونست زمینه‌ای بسازه برای توضیح دادن گذشته شخصیت‌ها و رویدادها به طرزی که فضای کلی قصه رو مشخص کنه و گروه اول یعنی کسایی که کاملاً با ماجرا بیگانه بودن جذب ماجرا بشن. اما نباید این توضیح دادن گذشته و بک‌گراند جوری صورت میگرفت که افراد آشنا به جهان تالکین حوصله‌شون سر بره. در نتیجه نمی بایست زیادی خام و مقدماتی می بود، ولی از سوی دیگه لازم بود جزئیاتی داشته باشه که نظر خوانندگان کتاب رو هم جلب کنه، ولی مخاطبان کم اطلاع‌تر از حجم سنگین داده ها و اسامی و مکانهای ناشناخته گیج و دلزده نشن. پس توجه داریم که کار خیلی سختی پیش روی پیتر جکسون بوده. اون باید کتاب 400 صفحه‌ای اول با بسیاری از شخصیت‌های قدیمی و دارای سابقه و مکان‌های دارای پیشینه و تاریخ رو تبدیل می‌کرد به یه فیلم 3 ساعته که هم روایت اصلی تالکین رو در بر بگیره، هم برای تمام مخاطبان و علاقه‌مندان قابل فهم و جذاب باشه و هم از نظر بصری برابری بکنه با قدرت جادویی توصیفات تالکین. با توجه به این که شخصیت‌های کتاب
به مدت نزدیک 50 سال در فرهنگ غرب حضور داشتن، یعنی مردم مدام درباره گاندالف و هابیت ها حرف می زدن، دادن تصویری از این شخصیت ها که مورد توافق همگان باشه و همزمان از تصور جمع هم جالبتر به نظر بیاد تا بتونه جایگزین اون بشه، کار آسونی نبوده. آیا بینش پیتر جکسون برای روایتگری این داستان به شدت پرمخاطره و پر ریسک کفایت می‌کرده؟ جواب این سوالو میدونیم که فیلم نه فقط در گیشه و درو کردن جوایز موفق بوده که اکثریت مخاطبانش رو غافلگیر و هیجان زده و راضی کرده. اما امروز بعد از 24 سال که به یاران حلقه نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ زمان، این ویرانگر بی‌رحم چه تأثیری بر فیلم گذاشته و بینش پیتر جکسون آیا فقط مناسب همون 2 دهه پیش بوده؟ در این 24 سال چهره سینمایی فانتزی به لطف تغییرات روز به روز تکنولوژی کاملا دگرگون شده و خیلی از محصولات فانتزی سال 2001 امروز اگه خنده‌دار به نظر نرسه کاملا غیر قابل باور و بچگان است. آیا ارباب حلقه ها از این خطر بزرگ نجات پیدا کرده؟ سوال آخر رو بذارین همین الان جواب بدیم. ارباب حلقه ها گرچه متکی به حجم سنگینی از جلوه های ویژه است و ترکیب پیچیده ای از انواع و اقسام ترفندهای سینمایی دست به دست هم داده تا صحنه‌های مختلف این اثر حماسی رو شکلی باورپذیر بده، ولی وابسته به این جلوه های ویژه نیست. منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که گرچه برای به تصویر درآوردن ایده ها و فکرهاش از جلوه های ویژه کمک میگیره، ولی جذابیت نتیجه کارش به خاطر اون جلوه ها نیست، بلکه به خاطر جنبه های خلاقه و تخیلات قدرتمند فکرهاشه. یعنی خود فکرها، خود ایده ها، خود تصورات سازندگان جذابه، نه لزوماً شکل اجراشون. برخی از تروکاژ های صحنه های ارباب حلقه ها رو اگر با استانداردهای بصری امروز بسنجیم، یعنی اگر فقط قصدمون مقایسه وضعیت تروکاژ های 2 دوره باشه، شاید قدری ناامید بشیم. مثلا اغلب سکانس های معدن موریا در یاران حلقه امروز قاعدتاً میتونست باورپذیرتر از آب در بیاد. یا برای مثال صحنه وسوسه شدن بانو گالادریل رو به یاد بیارین. این صحنه شاید در همون سال 2001 میتونست واقعی و ملموس به نظر برسه، ولی امروز اینطور نیست. با این حال چرا همچنان معتقدیم یاران حلقه در برابر گذر زمان کمتر گزندی ندیده و هیچ آسیبی به جنبه‌های واقع گرایانش نرسیده؟ برگ برنده پیتر جکسون در وهله اول، یا بذارین بگیم یکی از برگ برنده های مهمش که شاید قدری مهمتر از سایر کارتاش باشه، تخیل خلاق و بی حد و مرزشه. به همین دلیل هم روزآمد شدن و آپدیت شدن تروکاژ ها و تکنولوژی های جلوه های ویژه هیچ تأثیری در صحنه های فراواقعی ارباب حلقه ها نداشته و تمام این روایت همچنان یک دست و باورپذیر و ملموس و جذابه. این تخیل خلاق، این توان رویا کردن و تصور کردن مکانهای پیشتر تصویر نشده، همراه شده با وسواس عجیب و غریب استاتیک یا همون زیباشناختی خیلی منسجم. تخیل بدون زیباشناسی چندان راهی به جایی نمیبره. این رویاها و خیالات و ایده ها و فکرهای پیتر جکسون بوده که همدست شده با میلی ظریف در توجه به جزئیات، به نقش رنگ لباس ها و شناخت شخصیت ها و هارمونی رنگ هایی که کنار هم قرار می گیرن. جدا از این که رنگ مکان ها نسبت به ویژگی های شخصیتی که در اون مکان زندگی میکنه تعیین میشه، یعنی غار گالوم یا محل زندگی سارومان رنگ آبی و سیاه داره ولی شایر با هابیت‌هاش گرم و سبزه، خود شخصیت ها هم از طریق رنگ و شکل لباس هاشون تعریف میشن. یاران حلقه از نظر سبکی آمیزه استادانه‌ای از شگردهای گوناگون تصویربرداری و اجرایی. صحنه‌هایی در مکانهای واقعی داره با حیوانات و آدم‌های واقعی، صحنه‌هایی داره با استفاده از پرده سبز، در صحنه‌هایی از موجودات کاملاً غیر واقعی استفاده شده، برخی صحنه‌ها ترکیب انسان‌ها با موجودات تخیلیه، برخی لوکیشن‌ها به طور کلی جلوه‌های ویژه و ماکت‌ها و دکورهاست، برخی از موجودات با گریم و طراحی لباس خلق شدن و برخی از موجودات صرفاً در کامپیوتر شکل گرفتن و به طور کلی
پیتر جکسون ترکیب فعال و پویایی از شکل‌های مختلف اجرایی رو به کار بسته. فقط در این صورت بوده که می شده هم موجودی مثل گالوم رو ساخت، هم دورف‌ها، هم الف‌ها، هم اورک‌ها و سایر شخصیت‌هایی که همه از نظر ماهیت و شکل کاربرد در قصه با هم متفاوتن. شخصیتی مثل گالوم باید جنبه‌های انسانی ملموس می داشته و نمیتونسته صرفاً ساخته کامپیوتر باشه. در نتیجه از روشی استفاده شده که حرکات اندرو سرکیس از طریق لباس موشن کپچر ثبت بشه و بعد انیماتورها به اون حرکات پوست و اندام بدن. توجه داریم که این روشی متفاوت از خلق ترول‌ها و برخی اورک‌های صحنه‌های شلوغه. از نظر تصویربرداری، اندرو لزنی روش‌های مختلفی برای بیان این صحنه‌های متنوع به کار بسته. اندرو لزنی تصویربردار هر دو سگانه هابیت و ارباب حلقه هاست و با اینکه برای همین فیلم یاران حلقه جایزه اسکار بهترین تصویربرداری رو برد، ولی کاری که در تمام طول این 6 فیلم کرده فوق‌العاده است. استراتژی‌هاش برای تصویربرداری از مکالمات شخصیت‌ها و استفاده از کلوزآپ هماهنگی و تعادل دلپذیری داره با لانگ شات ها و نماهای دور از چشماندازها و مناظر. استراتژیش برای صحنه های خلوت یا سرخوش کاملا متفاوته با صحنه های خیلی پیچیده نبرد. بخش 25 دقیقه‌ای معدن موریا یک نمونه جذاب از کل فیلمه. همونطور که میبینیم از همون لحظه فرو ریختن دیوار و گیر کردن یاران حلقه در معدن تا سقوط گاندالف و فرار یاران از معدن با یک فیلم کامل 25 دقیقه‌ای طرفیم که شروع و اوج و فرود و پایان داره. لحظه های سکون و سکوت و وحشت و لحظه های نبرد و زد و خورد و هیجان و فرار داره. صحنه هایی با همراهی موسیقی و صحنه هایی صرفاً با صدای چکاچک شمشیرها. اندرو لزنی که متاسفانه بر اثر سکته قلبی در 59 سالگی درگذشت، با همین فیلم اول زبان و لحن و روشی رو بنا گذاشت که سنگ محک 5 فیلم بعدی بود. پیتر جکسون چنان ماهرانه این جهان رو خلق میکنه که هرگز از خودمون نمیپرسیم چرا در آیزنگارد از هر دو سمت برج نور به داخل میتابه، در حالی که منطق نور پردازی به ما میگه چنین نور شدیدی فقط میتونه نور خورشید باشه و نور خورشید هم نمیتونه همزمان از شرق و غرب بتابه. ولی جهانی که پیتر جکسون ساخته جهانی با خودآگاهی فانتزی، یعنی ما میدونیم و قبول کردیم و این قرارداد رو پذیرفتیم که در جهان پریان و افسانه ها به سر میبریم. روش فصل به فصل بودن فیلم یکی از روش‌های مخصوص پیتر جکسون برای جلو بردن این قصه وسیع و پرشخصیت و پرمکانه که رویدادهای بزرگی همزمان اتفاق میافتند و شخصیت‌های مهم بسیاری درگیرشن. نگاهی به ساختمان فیلم بکنیم تا ببینیم با یک مقدمه یا فصل مقدمه 45 دقیقه‌ای در ابتدا روبروییم که به جز مونولوگ بانو گالادریل شخصیت‌های اصلی رویداد رو معرفی میکنه. اگر خیال کردیم شخصیت اصلی این ماجرا یعنی سارون رو میبینیم، اشتباه کردیم و باید سالها بگذره تا در یک سریال تلویزیونی با او روبرو بشیم. یکی از ویژگی‌های سگانه ارباب حلقه ها همینه که چون شخصیت اصلی رو هرگز نمیبینیم، در طول بارها و بارها تماشا کردن فیلم‌ها مدام دنبال هر اشاره و رد پا و نشانه گذرا از اون هستیم. یک فصل 5 دقیقه‌ای داریم به یاد موندنی و هیجان انگیز و البته نشون دهنده جدیت و خطرناک بودن نقش جادوگر سفید در روایت، یعنی فصلی که گاندالف برای مشورت با سارومان به آیزنگارد میره و اونجا میفهمه سارومان مدت هاست دل در گروی سارون داره و تصمیم گرفته با اون متحد بشه. این فصل خیلی مهمه چون یکی از شخصیت‌های کلیدی اثر رو معرفی میکنه. سارومان عملاً نماد و نماینده و تا حدی میشه گفت نسخه دارای جسم سارونه، با اینکه صرفاً متحد و دستیار یا بذارین بگیم پیشکار سارونه، ولی چون سارون شکل جسمی نداره ما عملاً سارومان رو نماد شرارت میبینیم. این فصل هم عظمت و اهمیت سارومان رو نشون میده، هم البته وضعیت گاندالف رو در نقشه این نبرد مشخص میکنه. خیلی فصل مهمیه و چنان ماهرانه اجرا شده و بازی کریستوفر لی چنان معرکه است که تمام تصویرهای پیشین از سارومان رو کنار میزنه. فصل 8 دقیقه‌ای مسیر هابیت ها تا مسافرخونه، فصل 7 دقیقه‌ای مسافرخونه
و فصل 21 دقیقه‌ای مسیر هابیت ها همراه آراگورن تا ریوندل، فصلی طولانی و بسیار مهم، چون ما آراگورن رو میشناسیم که شخصیتیه که قراره در جلد سوم نقشی مهم ایفا کنه و البته در این فصل گریزهای کوتاهی به مکانهای دیگه میزنیم. فصل ریوندل تا تعیین و خروج یاران حلقه از ریوندل 26 دقیقه است و این فصل جوری تنظیم شده تا تقریباً وسط فیلم باشه و فیلم رو به 2 بخش تقسیم کنه. یه جور استراحتگاه، یه جور تنفس بین 2 قسمت فیلم که با توجه به ماهیت آرامش بخش و دلانگیز فضای ریوندل انتخاب آگاهانه‌ای بوده. فصل حرکت یاران حلقه از ریوندل تا ورودی موریا 14 دقیقه است و توضیح دادیم که خود فصل معدن موریا 25 دقیقه طول میکشه و فصل بعدی فصل 22 دقیقه‌ای حضور یاران حلقه در لوتلوریانه که گروه رو برای آخرین ماجرای جلد اول آماده میکنه، یعنی فصل 27 دقیقه‌ای خروج از لوتلوریان، قایق سواری در رودخانه تا پارتگالن، جدایی یاران حلقه از فرودو و سم و حرکت فرودو و سم به سوی مردور که میشه پایان جلد اول. در این فصل بندی اون چه برامون مهم بوده حال و هوای کلی فصل به عنوان عامل پیوند دهنده بوده و از بخش‌های کوچیک فرعی، یعنی پاساژهای گذرایی که فیلمساز جهت تنوع و فاصله گذاری استفاده کرده صرف نظر کردیم. بنابراین متوجه هستیم که در فصل 27 دقیقه‌ای پایانی با 2 روز طرفیم که روز اول میتونه بخش اولیه فصل باشه و روز دوم و درگیری‌ها بخش دوم و این فصل طولانی با پاساژ قسم خوردن اوروکهای قطع میشه، ولی کل این بخش رو به دلیل داشتن تون و لحن و کارکرد روایتی یک فصل منسجم در نظر میگیریم. با همین تعریف با 10 فصل روبرو هستیم که شاید برخی مسیر هابیت ها از شایر تا ریوندل رو یک فصل در نظر بگیرن. بعضی ها هم میتونن بخشای کوچکتر رو که ما پاساژ به حساب آوردیم از جمله رویارویی گاندالف با سارومان بخش بدونن، ولی قبول داریم که این بخش ها رو نمیشه فصل نامید. خاصیت فصل طولانی بودن، گسترده بودن، در برگیرنده بخش مهمی از داستان بودن و البته داشتن رنگ و بافت و زنگ و لحن یک دست و یکسان. در این 10 فصل پیتر جکسون با مهارتی ستودنی هیجان و اضطراب و ترس و همزمان دلگرمی و امید رو با درجات مختلفی از اثرگذاری حفظ میکنه. هر فصل ویژگی هایی داره که متناسب با اونها استراتژی های تصویری و تصویربرداری و اجرایی براش تعریف شده. اشتباهی غیر قابل بخششه اگر در بررسی ارباب حلقه ها نقش هاوارد شور رو ندیده بگیریم. هاوارد شور آهنگساز هر 2 تریلوژی ارباب حلقه ها و هابیت و به جز اون تم فوق‌العاده که رمز و راز جهان کهن افسانه رو پیش چشم ترسیم میکنه، تمام قطعاتی که برای این 6 فیلم ساخته جنبه‌های مختلفی از تخیل خلاق پیتر جکسون رو کامل کرده. موسیقی شور دقیقاً خصوصیت‌های صحنه‌ها رو بازتاب میده و همزمان پیوندی عمیق بین این خصوصیت‌های ناهمگون وجود داره. صحنه‌های پرتعلیق و نفسگیر، صحنه‌هایی از رهایی آرامش، صحنه‌های یکتازی در اردوگاه شر و صحنه‌های نبردهای حماسی و طولانی. در همه اینها موسیقی شور به شکل استادانه‌ای جنبه‌های انتزاعی و غیر زمینی تخیلات پیتر جکسون رو بازتاب داده و بیان کرده. در 10 فصلی که دربارشون صحبت کردیم شخصیت‌هایی وجود دارند که برخی برای همیشه در حافظه ما با همین بازیگرها و همین لباس و گریم و با همین طرز بیان و همین دیالوگ‌ها موندگار شدند. امکان نداره فرودو بگینز رو با بازیگر دیگه‌ای تصور کنیم یا گاندالف و سارومان رو بتونیم با صدا و بیان بازیگران دیگه‌ای باور کنیم. بسیاری از این بازیگران که ترکیبی هستند از بازیگران شناخته شده و گمنام بعد از ارباب حلقه ها هر فیلمی بازی کردن همچنان مقایسه شدن با نقش هاشون در سگانه. این کاریه که آثار برجسته با کارنامه بازیگران میکنن. اورلاندو بلوم که در 21 سالگی در نقش لگولاس بازی کرد، با اینکه بعد از سگانه هم حضور پررنگی در سینما داشت، ولی تمام عمر زیر سایه لگولاس بود. این موضوع درباره تمام هابیت ها هم صادقه. با اینکه الیجا وود نقش کلیدی فرودو رو بازی میکنه، از کودکی فیلم بازی کرده و بعد از سگانه فیلم‌های زیادی بازی کرد، ولی مهمترین نقشی که با اون در حافظه جمع ثبت شده فرودو بگینزه. این موضوع
قدری کمتر شامل ایان مکلن و کریستوفر لی میشه، ولی نمیشه منکر بود دو تا از مهمترین نقش‌ها در تمام کارنامه هر دو بازیگر، گاندالف خاکستری و سارومان سفید بوده و هست. حتی کسانی که در زمان اکران ارباب حلقه‌ها شهرتی جهانی داشتن، مثل کیت بلنشت، با نقش‌هاشون در حافظه جمع ثبت شدن. این اتفاق بی دلیل رخ نداده و این بازیگرها که خیلی هاشون تعداد زیادی نقش‌آفرینی متوسط و حتی بد در کارنامه‌شون دارن، بی علت موفق نشدن یکی از بهترین یا در مورد برخی بهترین نقش‌آفرینی کارنامه‌شون رو ارائه بدن. دلیل اصلی قطعاً سختگیری و سلیقه و خاص پسندی پیتر جکسون بوده. پیتر جکسون چنان این شخصیت‌های کتابی رو میشناخته، چنان باهاشون انس و الفت داشته، انگار سالهای سال رفقاش بودن. شناخت شخصیت‌ها و دونستن ریشه‌ها و زمینه‌هاشون از یک طرف، پیتر جکسون میدونسته چطور از ارتباط این شخصیت‌ها با هم یک جریان پویا و یک فضای داینامیک به وجود بیاره. اینکه پیتر جکسون اهمیتی نمیده تا 45 دقیقه به مقدمه بپردازه و دست به مخاطره‌ای ترسناک میزنه، به لطف خلق کردن شخصیت‌هایی که به تنهایی و در ارتباط با هم خیلی جذابن. برای کارگردان سختگیری مثل پیتر جکسون هر نما، هر فریم چنان اهمیتی داشته که صحنه به صحنه اثر اول از طریق استوری بورد اجرا می شده تا جکسون به اون چه میخواد نزدیک بشه. بعد از طراحی استوری بورد و رسیدن به فریم های کم و بیش قابل تایید، پیتر جکسون روی تصاویر صدا گذاشته تا به یک جور کامیک بوک متحرک برسه. همه این سختگیری ها لازم بوده تا پیتر جکسون پیش از تصویربرداری با گروه بزرگ دقیقاً بدونه در هر ثانیه دنبال چه چیزیه. توجه داریم که با این روش هیچ لحظه و هیچ آنی بدون فکر قبلی و صرفاً بر مبنای بداهه پردازی به فیلم نهایی راه پیدا نکرده. برای مثال پیش درآمدی که با صدای جادویی بانو گالادریل جاودانه شده و مثل دروازه های ورود به جهان پیچیده سگانه است، یک بار با صدای فرودو و بار دیگه با صدای گاندالف ضبط شد. اما در نهایت پیتر جکسون احساس کرد رمز و راز و سحرآمیز بودن صدای کیت بلانشت بهترین گزینه برای این پیش درآمد کوتاهه. پیش درآمدی بسیار خطیر که هر گونه ابهام یا ضعفی در اجرای اون میتونست بسیاری از تماشاگران رو فراری بده. امروز بعد از 24 سال که به یاران حلقه نگاه میکنیم، واقعا چی میبینیم؟ شاهکاری برساخته از خلاقانه ترین تخیلاتی که میشه درباره سرزمین میانه داشت، با دقت زیاد در رعایت جزئیات، دقتی که خیلی جا به چیزی شبیه وسواس تبدیل میشه، و در خلق و حفظ یک دستی لحنی که میشه گفت مهمترین عامل در تمایز این فانتزی حماسی از سایر فیلم‌های فانتزیه. لحن ارباب حلقه ها که همزمان واقع نگر و استعاریه، خیلی جاها نه مویه بر نابودی عنقریب نیکی که خوددار از ابراز هر گونه امیدواری به پیروزی بر شره، و برخی لحظات رهایی بخش داره که امید همچون روزنه باریکی از نور بر سیاهی سنگین سرزمین میانه میتابه. امیدوار نیست ولی امکان وجود امید رو ندیده نمیگیره. چندان به هابیت های کوچولوش دل نمیبنده ولی ممکن بودن پیروزی هابیت ها رو رد نمیکنه. لحنیه که خیلی جاها عبوس بودن و ترشرویی غیر قابل اجتناب واقعیت زندگی رو بیان میکنه، ولی دلخوشی های گذرا و کوچیک همین زندگی رو هم کنار نمیذاره. این لحن برآمده از تسلط و اشراف کامل پیتر جکسون به کل آثار تالکینه. به همین دلیل هم از رفع شرارت چندان به وجد نمیاد، چون در تاریخ آثار تالکین شرارت‌های بزرگ و وحشتناک از زمین زدوده شدن، اما چندی نگذشته که شرارتی دیگه جای اونا رو گرفته. بنابراین پیتر جکسون بهتر از همه میدونه که شکست دادن بلراگ توسط گاندالف ممکنه موقتا نوعی چیرگی سپیدی بر سیاهی به حساب بیاد، ولی چه بسیار دهشتناکتر از بلراگ که نابود شدن و همیشه چیزی ترسناکتر از اونا بوده که جایگزینشون بشه. هنرمندی پیتر جکسون در اینه که با وجود حفظ این لحن واقع نگرانه، امکان رسیدن به رهایی از ناممکن ترین راه ها رو رد نمی کنه. کی فکرشو میکنه یه هابیت بتونه زندگی موجودات سرزمین میانه رو جور دیگه ای رقم بزنه؟
امروز بعد از 24 سال با فیلمی طرفیم که به دلیل فشرده کردن ظرفیت‌های گوناگون اجرایی و روایی، به دلیل ظرافت‌های پرشمار تکنیکی و خلق لحظه‌های فراموش نشدنی و شخصیت‌های موندگار مثل روز اول تازه است. این دستاورد کمی نیست.